به نام خدا. شرح گوشه‌ای از فراز 6 دعای زیبای جوشن کبیر. یا من لا یعتدی علی اهل مملکته، ای آن که بر اهل مملکتش ستم نمی کند. در ارتباط با توصیفاتی که در دعای جوشن کبیر در ارتباط با حق تعالی آمده باید بدونیم قاعده مهمی وجود داره و اون اینه که نباید این صفات رو کسی در تفکر خودش جا بده و در قواره تفکر خودش اینها رو تقلیل بده. به عنوان مثال، فهم از صفت کریم خداوند قطعا نهایت اون چیزی نیست که ما از کریم بودن میشناسیم و حتی نهایت درک امام هم از این موضوع قاصره، چرا که اگر چنین تصوری ایجاد بشه صفات خداوند به اندازه درک مخلوقات پایین میاد و این بسیار کار اشتباهی است. نهایت درک مخلوقات از صفات خدا نور یا امام هست و ماهیت هر کسی این نهایت درک رو داره و هر کسی چنانچه نفس رو کامل از بین ببره به این میزان درک میرسه. آیا این درکی که حاصل میشه واقعیت میزان اون صفت به عنوان مثال کریم یا رحیم بودن خدا هست؟ پاسخ در اینجا نه هست، چون خدا در وهم و توصیف نمی گنجه. وقتی حد نهایی درک صفات خدا امام هست، پس هر کسی به میزان درک از اون صفات، مثلا کریم بودن، به همون میزان کریم میشه. با این استدلال جوشن در امر خدا و وحی میاد، یعنی تمام صفات هم از کریم، رحیم، مرتا، خالق النور و سایر صفات در وحی میاد. در ارتباط با مطلب مورد نظر ما در فراز 6 جوشن کبیر، اهل مملکته همون جهان ماست و اینکه اشاره شده که خدا به کسی ستم نمیکنه، یعنی اینکه اگر کسی عذابی میکشه به خاطر عملکرد خودش هست، پس خدا به اهل مملکت خودش تعدی نمیکنه. پس اهل مملکت که همه مخلوقات هستن یا ذیل مبشر هستن و یا منذر، که یا در آرامش قرار میگیرن و یا به عذاب گرفتار میشن. نکته حائز اهمیت اینه که عذاب هم تعدی به حساب نمیاد. در حقیقت خود عذاب هم رحمت است، یعنی وقتی شخصی از هستی وارد نیستی میشه و در حال آسیب زدن به خودش و به هستیه، قطعا در اینجا نیاز به تلنگر و عامل بازدارنده هست که اسم این عامل بازدارنده عذابه. در واقع عذاب میاد برای اینکه شخص بیشتر غرق در نیستی نشه و به سمت نفس نره. کل هستی از پایین ترین نقطه دوزخ تا بالاترین نقطه بهشت همه به این موضوع اذعان دارن که خداوند عشق است و به حقوق کسی تعدی نمیکنه. فقط در این جهانه که بعضیا پروردگار رو در اشتباهات خودشون مقصر میدونن که اون هم برگرفته از جهلشون هست، چون تمام اتفاقات و عذابها بازتاب اعمال خودشونه. و اما در ارتباط با مصداق عینی این بخش از این فراز که در زندگی و روزمره ما جریان داره، مصداق عینی این بخش میشه حکومت ها و مدیریت هایی که هست. حکومت الهی باید این صفت رو داشته باشه، یعنی تعدی نکنه. دولت الهی باید مسئول باشه. کسی که برای مسئولیت انتخاب شده و اون رو گردن نمیگیره دیگه مسئول نیست و از اینجا به بعد در نیستیه. مسئول کسی هست که مسئولیتش رو گردن بگیره. کسی که ربوبیت داره، یعنی پیوسته در حال نیکوکاری هست، قطعا مسئولیت خودش رو گردن میگیره و تعدی نمیکنه. به عنوان مثال، کسی که به بچهش و همسرش تعدی نمیکنه یا در جایگاه مدیریت به کارمندش ظلم نمیکنه و یا جایگاه قوه قضاییه یا هر سازمان و ارگانی که هست به حقوق دیگران تعدی نمیکنه، اون شخص در ربوبیت هست.
در اینجا یک رابطه دو طرفه برقراره. یعنی علاوه بر مسئول بودن مدیر، سایر زیردست‌ها و کارمندا هم مسئولن، چون اونا با مدیریت غلطشون این مدیر رو به این نقطه رسوندن. مثلا اگر مدیری در سیستمی داره تخلف میکنه و یا ظلمی میکنه، زیردستاش که سکوت کردن و یا تاییدش میکنن، در واقع دارن بهش میگن مسیرش درسته و با مدیریت غلط مدیرشون اون رو به اشتباه میندازن. پس مدیریت به هر دو طرف برمیگرده و این مسئولیت و گردنگیری از بالا به پایین و از پایین به بالا باید اتفاق بیفته. ماهیت همه این هست که تعدی نمی کنن. اگر کسی تعدی میکنه، مثلا حشرات رو زیر پاش له میکنه و یا به درخت‌ها آسیب میزنه و یا هر تعدی دیگه، براش مهم نیست این اتفاق، مشخصه که دیگه خودش نیست و از خودش فاصله گرفته. با توجه به اینکه خود هستی هم مخلوق خداست، پس هستی هم تعدی نمیکنه و جلوی نقش آفرینی کسی رو نمیگیره. کسی که خطا کنه بلافاصله عذاب میکشه و محیط اون رو پس میزنه و این ارتباط نداره به اینکه هستی تعدی کرده، چون بالاتر هم توضیح داده شد هستی هم با توجه به اینکه خلق خداست تعدی نمیکنه. به عنوان مثال در ارتباط با کوتاه شدن زمان و تایم، حق این مردمه که خدمت نمیکنن همین هست که زمان براشون تنگ باشه. پس تعدی صورت نگرفته، صرفاً بازتاب رفتار و یا خدمت نکردن این مردم هست که از خودشون به جا میذارن. یکی از خاصیت‌های ذکر یا من لا یعتدی علی اهل مملکته مدیرسازی هست. یعنی با گفتن این ذکر ویژگی‌های یک مدیر خوب مثل داشتن عدالت، ظلم کردن و ایمان داشتن و غیره در اون شخص تقویت میشه. با تشکر از همراهی شما عزیزان. لبیک یا الله، لبیک یا زهرا.